مادرم دختر شهر بود. نامش باشد فاطمه گل. بسیار خوابالود بود و همیشه به کار دیر می‌ماند. اوف، نه. با یک دکتر دندان که نامش سفر بود مادرم می‌خواست خانه‌دار شود. راستی زهرا آواز مادرم به آواز پیشینه تو مانند بود. عشقم، من باز دیر کردم. چرا مرا بیدار نکردی؟ خیال کردم با صدای بودینگ میخیزی. نه، قسم میخورم اگر کمی دیگر دراز کشم دیگر به خود آمده نمیتوانم. از خستگی بیزار شدم. چند کار رو روبرو کنی همین خیل میشود. چی علاقه دارد سفر؟ من 8 ساعت خوب رفتم. این همه شایبی اقلیمی شهر است. میدانی فاطمه گل برای چی خوابالود شده ای؟ برای که خوراک نمیخوری. برای در کرته عروسی غنجیدنم نمیخورم. اگر در اون غنجیدن خواهم همین خیل باید کنم. فکر میکنم تو عروسی فربه رو دوست میداری. جانم برای من فرق ندارد. چی خیلی نباشی دوستت میدارم. یگانه ای من هستی. من رفتم از روزت بخیر جان. امروز به خونه اکتینیکا زنگ زدن رو فراموش نکن. پدرم باشد جمال نام داشت و در قشلاق زندگی میکرد. صبح بخیر جمال. صبح تو هم بخیر. سمبوسه علفی آوردم. گفتم یکی میخری. مالش با اینجا بیو. در قشلاق دختری بود قمری دیوانه. او پدرم را دوست می داشت و میخواست با او خانه‌دار شود. هر گونه خوراک را در پیش جادوگر کف و صوف کرده به پدرم میخوراند تا دل پدرم به او گرم شود. ما بگی؟ آواز پدرم باشد به آواز سمی شغال مانند بود. قمری خان این رو خودت پختی؟ ها جان دیگه کی میپزه؟ من خودم پختم. بسیار بولازم. چی شد دختر؟ یگون سنگ رو گزیدی؟ اوف دندانم درد میکند. ولی یک بار بین. یه به عقلی نکن. من دکتری دندان نکو. دهانت رو پوش. سوخته استاد است جمال. بیا میرویم. تو رو با دکتری دندان میبرم. ای نه ما ای دکتری دندان میترسم. قمری خان از دست من دیگر کاری نمیآید. نباشد داروهای من به نزدیکی میرسند. با تو میدهم. من دا دارو میتی؟ البته میدیم. بیایم مچکت کنم. چی کار میکنی تو؟ جمال جان درد دندانم ساز شد. وقتی که ترا مچک میکنم دندانم ساز میشه به خدا. اوف یک عمر در راههای ما تنبه شوی است. مادرم دخترک زیبای شهری بود و حتی فکر نمیکرد که روز بدیه آمده زندگی میکند و مردم او را عروسی زمانوی میگویند. گل کجا شدی؟ سردار زنگ زد تو رو پرسید. من در تنبه. چی کار کنم؟ رفتن نمیتونم. مایلش خاطر نشو. من گفتم که در حاجت خونه هستی. چی کار کردی؟ اگر او پیش از من آید چی؟ زودتر بیا مرا دروغ نکن.
تمام. چی شد سردار؟ چی میخواست؟ бояд як қутиро ба заврон мебурданд, лекин нарасидааст. сардор ба ҳамин хотир бисёр ғазабӣ аст. фотимагул, چی خیر؟ برو 3 روز پیش فرستاده بودیم. اوف بس اصلا بس کنید. майлаш бисёр воима макун, ҳал мекунем. نه به تو نگفتم. مایلش تلفنات رو خاموش کن که یاگورتم به ماشین ریخت. مایلش الو سلام، من فاطمه گل هستم. ما امروز یک قوطی فرستاده بودیم اما اون نرسیده است. تمام انتظارم. چی خیلی برادر؟ چی خیلی شما به سراغه خطا فرستادید؟ به زوران باید میفرستادید. برای چی به گلدره فرستادید؟ السلام علیکم. علیکم سلام. چی خیلی سمندر؟ خوبم. خودت چی خیلی؟ خوبم. خوب. داروهای من رسیدن؟ بله رسیدم. مرحمت گیرید جورا جان. آها. یک قوطی دیگر هم آماده است برای قشلق شما. یه بار میبینید؟ کنی بینم؟ آنه بین. سراغش گلدره است. ها، برای خاله سلطان فرستادن. این رو هم گرفته برده رسان؟ گرفتن رو میگیرم او. اما کی این رو با او فرستاده باشد؟ نمیدونم. در ده همان کمپیر به صاحبی بود که مال و ملک زیاد داشت و او را همگان احترام میکردند. ای خاله سلطان، مرا به یاد داری یا نه؟ من یوسف ترکتریستم شناختیم، گاو و مال علف میدادم کو یاد داری مرا؟ تو را به یاد دارم. تو قصاب نیستی؟ او کمپیری فراموش خاطر بود. حیوان ها رو میکشی. توف بر تو. یک قصاب نیستم، من ترکتریستم. قصابی نیودم. قصاب منم. قصابی نه خدا سلطان سفسطه نگو. این قصابه یوسف فراموش کنی هیچ گم نداره. او یا ابلهی با مرا فراموش نکنی. من حسنیم در یادت خوب بگی. زن و گوداکای مرا میشناسی. همین خیلی نه خدا سلطان. نمیشناسم. هیچ کس رو نمیشناسم. از من چی میخواهید؟ گم شوید زود از اینجا. خدا سلطان دیوانه شده. صد دیوانه شده است. همتون را میکشم. روید از اینجا. خدا سلطان مرا نکشید بخدا دوزخ میره. گم شو فالبی. اما کی حسنی؟ خالای سلطان دیوانه شده باشد کاری شما چی میشود؟ کودکی ابله تو کاری خطا بکن. زرک برای خالای سلطان آرام کنی نمیشود. آرام شوید. اینجا چی گپ است؟ بچه ها گفتن که بیاید. بیا مختار بیا. خالای سلطان دیوانه حال چیده است. بگی یک دخترش بر یک کلش بزنن؟ یگان چیز در یاد ندارد. ای پیامانه چوبت رو با زمین پرتو. مرا هم نشناختی؟ خاله سلطان خاطره‌اش را از دست داده بود. نیازی. او رئیس محله را خیال شوهرش میکرد. مردک جانی من. سلام علیکم. سلام نیازی. بیا. نیازی پدر کنعانی دیوانه بود. دکتر چی گفت نیازی؟ کم عقل شده ایستاده است. همش علامت پیری. گفت که آدم کلان شود مثل کودک می شود. حاضر عقل او مثل کودک های 10 ساله است. همین خیل رفتن می گرفته است. خدا نگه داره. بچی میشه رفته حالش بچیدن میگیره. دکتر همین خیل گفت. من از کجا میدونم؟ همین خیلی دیوانه گشتن میگیره. من از کجا میدونم؟ دکتر گفت که علف و چکری بسیار استعمال کند. من میدونم او ساز نمیشود. من او رو با سرودای خودم تبابت میکنم. دیوانه رو با سرود تبابت کرده میشود. چی میزنی؟ خاموشم به عقل. وگرنه با ربابت چونان به سرت میزنم که سرت دوتا میشود. ربابت هم میشکنم. راست میگویی. باز ربابم رو نشکنم. پدر یک چیز پرسم از شما. اگر خاله سلطان بمیرد میراث او به کی میمانده باشد؟ حیوان تو چی گفتی است؟ کمپیر در از زده کشتی. توک جلال ایچ خیلی گپای. تو بکردمه. کودکی تکو. خدا نشان. اما که یوسف این بندگی است. همه به نوبت میمیرد. خدا عمری درازش دهد. آمین. چی آمین میگوی پدر؟
اگر همین گپی جلال دروغ روز باشه اول خاله سلطان از دنیا میره بعد او بدن قین حسنی همه بنابرد میپرید. ما بعد اون نمیمونم پدری تو ایما کلان ترای خیلی باشه اول پدر من میمونه بعدی پدر من خودت میبینی کلی حسنی. در مجلس که کودک کشتن همه چی جزیر میشه. من رفتم باشی تو باشی سچرخه بگی یا خدای مهربان شترسازی. خاله سلطان مرا شناختی؟ چی میخواهی حسنی؟ ماشاءالله نامی مرا درو گرفتی. دارو و فایدتون کردن شکر خدا. بخبینم پول حیواناتون هی در قبچه خودمون خرجش میکنی. در این سن سال چرا خرج کنم؟ انا خاله سلطان انا همین گفا من گفتنی بدم. خاله سلطان یکی حضرت عزرائیل آمده جانتون میگیره مال گاوتون بی صاحب میمونه. حکومت همشه دست ما میگیره ما هم دیگه بیکار میمونیم. زندگی ما ای پشت مال گاو خطه. اگر او دست ما بگیرن ما میمیریم. خاله سلطان راست شب ترا میفوره که ما و فرزندانمون اگشتگی بمریم. نه نمیخواهم. بسیار خوب یکی باشه زمین و حیوانات با ما ببخشی اول انگلستان میشه. ما باشم تو مردن تا نگاه بینت میکنم. بعدی مردن تا هم تو وقتی که زنده ایم در حق دعا میکنم. نه حیوان ها را به تو میدهم. زمین را به یوسف میگذارم. او تراکتور دارد. زمین را جفت میکنم. خطا میکنی. پس یوسف چیکار میکند؟ برای ورسی اگو کار کنه آخی نمیشود. نوم شبگی و گوشه بکش. میگم چی مشمشی داره نه؟ بیا گذار یوسف به اینجا شین. گذشته شین گپ میزنیم. میشینم. گوش کن با حسنی در باره میراثم گپ زدیم. قرارم را برآوردم. حیوان ها را به حسنی میدهم. زمین ها را باشد به تو. اما تا مردنم مرا نگاه بین میکنید. البته خدا عمری درازت بوده خاله سلطان. تو به چیزی میدادگی خدا کاردار نشه او خود میداند. کنی بیاید دستم را ببوسید. کنی گیر ببوس گفتم. حسنی تو هم ببوس. خاله سلطان چند وقت شده او بودی نکی؟ راستی گنده بود ویجیب کدسته. توبه هر صبح میشویم دست رویم را. البته من شفر دارم کو شاید بوی این است. چشمام سوخته رو بخدایی. ای که جای افته ای دو خیره؟ این از شوهر پیشینم است. بسیار بوی خوب داشت. بوی نداره؟ داره در کشت مونه. مایلش بچه یوتو بپذاره رنگی گوری تلکدیسته. تم نشدیکی نشدیده. بابایم حسنی و همسایه‌مان امکی یوسف تلاش میکردند که مال و ملک خاله سلطان را به دست دارند. بیرو میره؟ من طرف قبله. تو چی؟ این طرف قبله. خیلی قند بزه گاو مالا گرفتی. تو هم قند بزه بعدی ما اومدی همه زمین ها را گرفتی. ای بعد سری کمپیر تاو داد گاو مالای خط کرد. ای بدبخت سری کمپیر تاو داد زمین ها را گرفت. تو کجایی تصراتی من رفتی تای پدن آلد؟ هیچی پدر خونه رفته استم. برا سری کمپیر بشو. برای چی؟ ای در سرش روغان مولیده بوی هفخر گرفت از کمپیر. یا کسی نیست که سر خود ما بشوه؟ باید دایم در برش باشه. بشوخی؟ دخترم دیل کمپیره یفتن در کار. اوف پدر. ای اوف نکن تیز برا سرش بشو تیز کن. پدرم دکتری حیوانات بود و همچون بیتار کار میکرد. جمال خمری اینجا چیکار میکنی؟ از برای خدا این چه حال است؟ در حمام خاله سلطان سرت را میشویی؟ نه سر خاله سلطان اشتسته بودم. آب گرم بسیار بود یک سر خودم شستم. در دست چی داری؟ قوطی. چی قوطی ای؟ نمیدونم. ایرا کی روان کرده؟ اینقدر سوال بسیار میدهی؟ رو لباسویت رو پوش یگون کس بیند در محل گپ و چپی بسیار میشود. مایلی نرفتم. خمری خان لبای جان کنی این رو گیر. چی ای؟
دوروی درد دندان در یک روز 3 مرتبه استعمال میکنید. فهمیدی؟ ای جمال با اون دارو گرفتی؟ هم خرسنده شدم که ای خاله سلطان چخل شما؟ نظر به دیروز بهتر شدم. این رو برای شما فرستادم. این چی است؟ با خدا نمیدونم. با سر داروها رفتم و این رو دیدم. این رو با شما فرستادند. شما هیچ خشتبار ندارید، اما این رو کی فرستاده باشد؟ کنی این رکشو حاضر یک لحظه. مادرم میدانست که در قشلاق بیبی دارد، اما نمیدانست که او کیست و قوطی را تصادفاً با امر تقدیر به او فرستاد. این چی است؟ اینها کاسمتیکا کو کی فرستاده باشد؟ از کجا دانم؟ فاطمه گل فرستاده بوده است. ابا فاطمه گل وای نبیره من است. نبیره؟ آخر صبح با شما گپ زده بودم. چرا شما به گل در زنگ نمیزنید؟ چی خیره؟ این خطاگیر شما است. شما او را باید اصلاح کنید. خدای توبه، از پشت آنها من از کارم میمونم. ای دختر، از جایی که آنها رو زوره میکنی که فرستند، خوبش یک قوطی نو کردن میفرستیم. وقتی که او رو گرفتیم در آن بر میگذاریم. درست میگویی. قوطی را که کشادن میفهمند که برای آنها نیست. تلفنات زنگ میزند. الو، از گل داره؟ ها، روز بخیر. فاطمه گل شما هستید یا نه؟ بله، گوش میکنم. ها، ما در دهمون خاله سلطان داریم. ها، چی شده است؟ شما با او یک قوطی فرستاده. یعنی قوطی به شما رسیده است؟ ها، با ما رسیده است. با ما؟ شما سری وقت زنگ زدید. آن قوطی خطا به شما رفته است. کارگران ما خطا کردند. شما میتوانید با تاکسی آن را به ما روان کنید؟ من همه مصرفتان رو برمیگردانم. متاسفانه نمیتوانم. چرا؟ خاله سلطان کسمتیکا ها را در روی شکیده است. بله کردم. چی میگوید؟ سلام بگو به نبیرم. بگو که بیبیت رحمت میگوید. مالش چی خیده؟ همه‌اش رو تمام کرد؟ ها همه‌اش رو یک تا به یک تا استفاده کرده. بله پسرم. شما کی هستی؟ من رئیس گلدره نیازی هستم. خاله سلطان میگوید که شما نبیره‌شان هستید، راست است؟ اکا چی خیلی نبیره؟ من نبیره یگان کس نیستم. و باز چرا آخر استفاده کردن؟ آخر آدم اول زنگ میزد. خودتان میدونید که اون چقدر نرخ داره. مایلش میرسانم با شما هم روزای خوب. نازمونه. الو تلفن رو در رویم خاموش کرد. او چی گفت؟ سلامی گرم و جوشان به شما رسان. گفت که استفاده بردن گیرید. تشکر مردک جان. نمیارزد سنک جان. ولی خاله سلطان بعد میدونی؟ چی شد که؟ راستی هیچ کدستان کمپیر به نزدیکی میمره. توبه بگو، تو از کجا میدونی؟ ما گفتم میمره. احوال کمپیر خوب نیست. مشکلی در دیگه چیه؟ دینا، ما پیشش رفته بودم. گفتم دل شبیه اون زمین ها شبه خد کنم که نشید. میدونی برای چی؟ یوسف شیطانم رنگی جنوری از کجای پیدا شده آمد. خاله سلطان یوسف که دید زمینش وایده دادو، حیوانش من دادو. 300 گکتر زمینه یوسف صاحب شید. ماده باشه گوسفندا بزا 14 گاو دیگه ماندو تمام. خیر چیکار کنیم؟ در وقتش خودت حیوان ها رو گرفتی. او زمان دیگه بودی زمان دیگه. میدونی زنک یه فکر دارم. چی فکر؟ برای بچه من جمال خمری را خواستگاری کنیم چی میشه؟ قدر شویم زمین ها را تقسیم میکنیم. میشود. او از جمال کمی کلان است. زنک گپی بیهوده نزن. قمری دختری مهنتی است. اول جمال رو پرسیدن لازم. زنک از جمال نمیپرسید. برای چی؟ او رو میفورد نمیفورد؟ خاموش، بسیار کم نزن. ما چی گفتیم؟ شفی خانه مایم فراموش نکن. خاموش، کنی خیز خانه درو؟ انا بعد میبینیم شفی خانه تو هستی یا من؟ خیر بس که زنک. حاضر تو خانه یوسف میرای میگوی کی؟ تیاریتون بینین. بگه دخترتون خواستگاری میاییم.
بعد بازار میره گل میخری، چله میخری، چیزی که برای خواستگاری در کار خریدن گیر. اینا ما 500 تومان. هلال دخترم اینجا بیا. بابا و بیبی هم به خاطر زمین‌های عمک یوسف شده میخواستند که پدرم را با قمری دیوانه خانه‌دار کنند. بیا همراه با بازار میرویم دخترم. چی؟ چه بازار؟ ای خونه یگان جا نمیبروی، در خانه میشینی. یک جای رفته خریده برمیگردیم. دم تا بگی ما گفته بودم که تا وقتی که من زنده ایم دخترم ای در بیرون نمیبرویه. اخی ایو چه؟ دخترم در خانه نشسته بسیار دلگیر شده است. گپ درست نکردیم. برو گم شو. بابایم گیزلای بد بود. مرا نپسان. گم شو. توی در این خانه باز مبارک شود. توی مبارک شود. حسنی وقتی که در باره به کاری خیر رفتنم گفت از خرسندی پریدم. گوش کن، من میدونم که قمری به پسرم جمال بسیار ارزنده است. تو میدانی که من جمال را مثل پسرم دوست میدارم. ما خدا میشویم همین خیلی. انشالله. دوگانه جانم. ایستو، من رفته قهوه تیار میکنم بعد تو ما رو فال میبینی. نه حاضر نمیشود، من باید به بازار روم. مرا گسیل کن. خیر دوگانه جان. توی در این خانه مبارک شود. توی مبارک شود. مبارک شود. توی مبارک شود. مبارک شود. انیسه لبای مادر چی گپ شد؟ اینجا بیا. در درون چیکار میکنی؟ باز موسیقی گوش داشتی؟ نه مادر، بیکار نشسته بودم. خیر. رفته خانه رو بچین کن. معلش این بگاه خانه همون مهمان می آید. برای کار خیر قمری را خواستگاری میکنن. کی خواستگاری میکند؟ زنی حسنی جمال دا خواستگاریش میکنن. ابو مادر جان، اپام این خبر رو شنیده از خرسندی بیهوش میشود. رو از پسی کارت شد. من رو گوش کن. نوری رو خبر بده تا که بگو آنها هم بیاین. مایلش چی خیر شرطنامه نکردید؟ جنابی سفر به شما نگفته بود؟ تمام، من ازتون می آیم. سفر اوف سفر. به خدا از همه این کارها دلگیر شدم. چی گپ شد؟ چرا گریه میکنی؟ چی میشد اکا؟ دادم مرا دویم خفه میکنه اکا. او چند بزرگ رفتنی بود مرا گفت قچیش میبرم که دادم نمونده. آی بیا خواهرم، بیا گیره رو بس کن. دفعه دیگر من خودم تو رو با اونجا میبرم. دویم در خونه میشینم اوخی دل ما گرفته اینجا. شما را می روز پگاه ای خونه میری؟ با کجا میروم من؟ در همین جایم. میدونی اکا دادم اوچه خونه اکا یوسف روی کرد. با هیچ که نگو امشب قمری را برای تو خواستگاری میکنن. چی ها میگویی تو؟ چرا من از این خبر ندارم؟ با خدا نمیدونم. دادم قطعی اوچم نه و میگپا گفتن. مادرم در کجاست؟ خانه خالای موجگل خبر کنی رفت. بعد اوجا بزرگ میروم. پدرم در کجاست؟ چای خانه رفت به فکرم نه وای خانه برامد. پدر لوینت چارچشمه در قشلاق پدرم زندگی میکرد. نامش کمال بود و عمه مرا کم کم تاب میداد. لوینت چارچشمه پسر عمه من بود اما از این خبر نداشت. اکا شمایین؟ نه مایم جگر. کمال؟
در خونه ما چیکار میکنی؟ یکی یگان کس بینه چی میشوه؟ کی ما را میبینه؟ اوچت بزرگ نرفت؟ جلال در قهوه خانه جمال اکد باشه و پیش خودت رفت. ما یک ساعت دیگه اینجا پویده استم جان. خیلی برای یک کاسه جرقات بگی بیا بزنیم، بعد یک خواهشید باشه اوغال میدویم. یک ده سوالک دارم میپرسم. مایلی جان از میرم یورم. تیسک جان. پدر استاد چی گپ شی جمال؟ بخیر است. قمری رو خوشگواری میکنید؟ نسیم همین بگا. بگا زورکو فکری خوب کردید شما. کاش که شما از من میپرسیدید عجب با من قبول میکنم یا نمیکنم. خودت کی قبول نمیکرده؟ گپی ما هر چی که گفتم همون میشوه. اما او از من کلون است. او کلونی نیست. 2 سالک همگی هیچ گپ نداره. پدر جون من با وای دختر تنها جورا هستم. حتی با چشمانش نگاه نکردم. جورا نگو دیگه. زن بگو. او زنی تو میشوه. پدر من حالا زن پن نمیگیرم. بدبخت تو گپی پدرت قبول نمیکنی؟ بیناموس حوز یک عقد میکن در نزد مردم دیگه شرمنده میشه. اگر بچم قمری را بگیری موقتی یوسف زمینو را تقسیم میکنیم. خونه سلطان به نزدیکی میمره. یوسف باشه زمینو را میگیره. اکنون فهمیدم شما چی میخواستید. اکنون فهمیدم شما را چی میفرهید. رو بدبخت بچم حیوانا را ماده داد زمین ویده. حیوانا میمره نابود میشن لیکن زمین یک عمر میمانه. خطا میدونی که 1 سوتیک زمین $15,000 شده است. زمین ها را صاحب میشه جمال. یک مجه فکر ما را هم کن بچم آخی. آینده ما در دست دوست جمال هرچی باشد قبول کن. آخر پدر مرا مجبور نکنید حالا من زن نمیگیرم. مرده میگیری بچم. اگر هم قمری را نگیری تا چنه عاقل بکنم. بگی قمری را همین زمین ها را که گرفته بعد طلاقش بده. ای قمری دختری خشروه. ای یبو برای سالان سرخی سفیدش بزن چه خشرو میشوه. زمین ها را که گرفتین جمال میتونی طلاقش بدی. توبه. بچم برای گپی مرا خوش رو که فکر کن. اگر گپی من نشوه ما ای بحری فرزند میگذرم. پدرم ناعلاج مانده بود و مجبور بود که با قمری دیوانه خانه‌دار شود. اپا آمد. دخترم لبایوچه برا سرتن نتبوشو. بیا تو ربابی شلنگ آوازی دورونم. ای اون شب من خودم نه آوازی کردم. در کجا کردی؟ چی کار کردی که در روزی روشن آوازی کردی ها؟ ایوچه جان خاله سلطان پدرم گفت سری او را بشو. سری خودم یک بار ششتم. خیر خوب پس به خانه برو. تیاریت را بین. این بیگا خانه مهمان می آید. کی می آید آچه؟ اپا جان برای تو خواستگار می آید. آی کی می آید؟ خالای توتی برای پسرش جمال تو را خواستگاری می کند. چی؟ برای جمال؟ ابو دخترم از هوش رفت. من گفته بودم که از هوش می رود. قمری چشمانت را کشو. قمری دخترم مرکز مرا نترسو. پدر لیوین مثل لیوین به عقل بود. برای چی دیر اومدی؟ جرغاتا کمتر گرم بودن خنک شو کردم. جان تا صدقه. دادرنی جرغاتا کمتر اصل دختم که با مزه شود. ای اصل با مزه خطی جان. ای کمال. توبه جمال کی بود؟ ای دادم اومد. ای بخیر رسید که بخیر. ای تیزم میبرو. تیسک. ای کمال بخیر که میکشم دادم. همینجا میستم. مایلی او باسه نبروری با. دادا دخترم چی کدی؟ بیا مزاحمکش. چی تیز آمده؟ بکش مزاحمه گپا کم کن. چی گپ شو دادا؟ چی گپ شی؟ صدقه خوبی تا کنه. شما دا خوبی حیف. کتا میگو ما زنت میتم بدبخت میگم ما زن نمیگیرم. زن نگیری شو میگینی بدبخت. در وقتش ما زوره میکردیم به زن مون بته حاضر باشه چپنه شده. با خدا هیچ نفهمیدم مردم همین زمانه را. کو همون جرغاتا بیار بخریمش. ای حوزی دادا جان. بیار تا دل ما جمال سیاه کرده. کو بیار جا کو همون جرغات سفیدش میکنه که بگی دادا. اکد به عقل بخدا. اصلش دختم دی؟ ها کم ترک اصل. برای چی اصلش انداختی؟ هم خیر بی عقلی تو؟ برا در جرگات نمک اندازو بگی بیا. تست که برای کمشه تست. بولی هم همجه ای؟ اینه رفتم. رو دهانش باز گشته.
ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. این حالا ببین، ما در فکرش کمی فرزندانمون میگردیم. این پدنالتو تماما پروای مورا ندارن. اوی دیوانه کی کجی نمونده؟ دادا جان تست کنه بیایی تست کنه. چی گپ چی؟ تست که دادا. چی گپ های؟ تورتانک هایده ایجا. تورتانک؟ در کجای؟ اینه دادا جان بکشه در برنش که من میترسم. افاهی من نکن. در کجای؟ در بری ستیلا های. در کجای تورتانک؟ نیسته کویا گو تورتانک. دادا جان همجا را خشوتر بکن میاویش. اینه دیگه نیسته یگو تورتانک. در کجای؟ دادا جان شما دیری بعد اومدین گریخ با فکرم. یا خدای توبه کنه، همه تو دیوانه شده این همه تو. یا هشور ما موندم مرا بگیری دیوانه کنی. ندهیلی بفسی موجی گل ایجا بیا زنه. آمدد مردک جان. چرا تو با پای افزاوت بخونم یه دروی نبود چی گفه کم که بوزامه بکشتی. یک گپ دارم. من دارم. از من مهمتر است. نخوکی این بگو حسنی آمده قمری رو خواستگاری میکند. بشوخی؟ با خدا که وای 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 حسنی مکار اکن نگاه که میگون زمینای مرا تقسیم کردن میخواسته با ششغال. ابو قمری رو نده میگویی؟ برای چی نمیتیش؟ با جمال نتیش دیگه کی بگیرش؟ همون جمال بچه خوبه. جمال حسنی به ما بخشیده دیگه. راست بگویی. او میفورش که با زمینو را قطیش تقسیم کنیم، نیکی زمینو را نه حیوانای او را تقسیم میکنیم. گوسفندو را که گرفتیم در زمینمون میچرونیم. گوش که مبجی گل زنکته بگی با یکم کسی یکم چیز نگو. تمام نمیگویم. بزرگ نمر که بهار میرسه. حسنی تو و مکراد مرا فریب کردنی، زمینای مرا عیخت کردنی ها. قلیم دی دختر ما ایسونی زمینو قیمتتر نگوم نامم یوسف نی. چرا زنگ نمیزند نیوزی؟ باری دیگر زنگ زن. خالای سلطان امروز زنگ نمیزند، شما روید به خانه. باری دیگر زنگ زن. چی گویم با شما، میلش زنگ میزنم. الو روز بخیر، من نیازیم. کی؟ نیازی ما امروز با شما گپ زده بودیم، رئیس دهه‌ای گلدره. بله چی شده است؟ چی میخواستید؟ وای من میگویم که خالای سلطان هیچ آرام نمیشود. میگوید که با نبیرم گپ زنم، شاید شما گپ میزنید. شما از من چی میخواهید؟ چی خیل ببید چی خیل نبیره از برای خدا. من همچون رئیس این دهه گناهگار نیستم فاطمه گل. من هم گناهگار نیستم که شما گناه ندارید و فکر این رو هم نمیکنم. حاضر من به مترو سوار میشوم، دیگر به تلفن من زنگ نزنید. یا خدای توبه. الو خاموش کرد. خالای سلطان احساس میکرد که مادری من نبیره او است. تو باز زنگ بزن. من گپ زدم خالای سلطان، با شما بعد زنگ میزنم گفت. باز چی گفت؟ باز در مترو سوار شد. ابو برای نزدی من آمدن به مترو سوار میشود. در دهه ما مترو ساختن، همه میدادن کو. انا این را گیره تو رفته در خانه انتظار شد. میلش مردک جان، من رفته در خانه انتظار میشوم. تو باشید. دردی سره. ای خدا جانت گیرده. من چی کار کنم؟ دیوانه شدم. این خاله سلطان مرا فراموش نکند، من آرامی ندارم. من چی کار کنم؟
برادر چی کار میکنید؟ من چیکار کردم؟ یا خدای توبه کردم. اوف. دورتر ایسه لطفاً. برادر دیوانه هستی، از من دور شو. های من نکه دیوانه ای تیاری. از رنگ رود به زور مجینه. یه برادر جان ایرا بگذاری جوی فتون نبری روی توبه خدایا توبه. یه من نکه برو سکودا. خوب این چی است؟ اوهو پولی کار کردهمون در هیچ کجا و باز انداز آمده است. بس بودگیست آخر خودمون پولی ناچیز کار میکنیم. اوف فاطمه گل خوش آمدی. هیچ خوش آمدی نگو به خدا. چرا چی شد؟ اوف اگر میدونستی که این صبح من چی شد من صدمه کردم. باز با همون تاکسی که سردارم به کار میرفت و وقتی میرفت دروغ گفتم که من حرکت در شرکت هستم و چنون به یکدیگر با خوردیم که از شرکت ماشین پرسیدم چون که ماشینم در استا بود. باشد نمیدی هم گفت با اتوبوس و مترو رفتن گیر گفت من باشم به اتوبوس نشستم. میدونی چی حادثه شد؟ این اتوبوس به فکر من ریزنی بود چی بود نمیدونم چونون آدم بسیار بود که جای نفس کشی نبود. فاطمه گل عزیزم آرام شو غضبی نشو جانم. رفته اونجا بشین. به خدا میروم از اینجا. اوف بیزار شدم دیوانه میشم. تو از این شهر میروی؟ بله من درباره این جدی فکر کردم. بسیار خوب بعد هر هفته کمی به خود بیا سرت رو آرام بکن. گفتن آسان است لیکن من فکر دارم. ها البته با پیش سفر رفته با او گوی که عزیزم من شوهر کردن نمیخوام من به ده میروم. ای اپا من برای او چی ها رو طاقت نکردم. اگر او نمیشد مکای ها میرفتم. ای واه او چی کار میکنه؟ همیشه همین خلاست. سودا گوش کن سودا میشنویدی؟ خواهر جان این رو پرتو به دنیا برگرد. دیدی؟ او خودش رو تماما گم کرده است به دیوان چسبیده است. چی کار میکنیم نمیدونم. دیگر این ها رو نپوش جانی ما. ای با خدا انیسه یکم بار شو کرده استادم دست پام لرزه گرفته استی. باور کن من هم حیرانم. دل تو چه زده استاده باشد به خدا من نمیدونم. چای می نوشیم و موضوع اساسی دم اکسمایلش. صبر کنید دخترم و دامادم بیاین. شما کی را نگو داری؟ کی دیگر میشد جلاله؟ کمال آدمانی حالی بوده رو یک طرف بیست گوشه کن ما بینیم چی گپ ایجا. ابو با چی گپ شی؟ هیچی دادا جان همون تورتنک خونه دایدم اومد. او سلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید. در کجا بودی از نه؟ کاری چیه؟ بدبخت بود در پیشش ثبات بتیم ها؟ کاری ختک گودک. ای با خدا اگر یگان کس نداند فکر میکند که شوهری من یگان رئیس کلون است. اگر شما کسم پوشو رئیس پیش بزرگ میشم. رئیس پیش بزرگ؟ از تو رئیس نمیبراید. گپکم که بشی دستم مچکی ایرو را مچکی بیا مچکی تمام مچکی. السلام علیکم. سلامت باشی. تمام باشی.
این بخدو میفهمد دسترخوان تو این نیست همین طرف تاونو میخوردم. ایست من برای تو سمبوسه میارم. اوچه جون زحمت نکشید. هیچ گپ نه دخترم هیچ گپ. او تنج بگی خشتوما بوجا سوزی تنجی حالا سراسی من نشو بنیامین مزاش نیسیره ای بچه امروز پگای بوجا میشیم چی گفتیسته خشتوما جان یک جرغا دیگه این بوجا در بیار ای گپ نیست خشتومانی منظوره ای رحمت اوچه جون مرحمت مهمون ها گیرید شما میخورین نمیخورین سمبوسه بگید اومد بسم الله الرحمن الرحیم شپانی باشه در اشتیاد بمرمه رنگ گاو میخوره باور بنیامین پدر شوکت ابله بود و مثل شوکت به عقل این دمو تناوی اغل سر دادن چی بالا رحمت دختر قابلم دخترم بخری دست چو کردی؟ ای گفتن که برای من خواستگاری میآید ای خرسنده را غلط دیدم دستم شکست خدا شفای کنید رحمت کلام جمال ما بگی پوفکه دستای پوفکه دخترم پوفکه دنگی چای جوشده بالای بروکش ریختم بروکش تر شد اولی بروکش پوف بکنم که قوق بشد جمال اجازت میده که پوف کنم ها هیچ چیز در کار نیست پدر جون بیا از اینجا میرویم وگرنه این دختر برام میکشه وای منکه بشه در جان بشه گم شو اهمیت نته یگان بالاش نزده بیاید سری مسئله اساسی برمیگردیم مقصدی اومدن ما همی ای که دخترتون رو با فرزند ما آساقل کنیم بخدا چی بگم کمتر فکر کردن در کن فکر کنید اول فکر کنید میگوید که سراسی بگی عمل شیطان است ای آخه راضی شو پدر جون جمال بچه پیانیسکا نیست تو از کجا میدونی مگر فالبین هستی اما که یوسف شما اول خوب فکر کنید فکر کن یوسف لیکن همین گویا که بسیاری بد فکر نکن خاله سلطان هم کسل بوم را خوب نمیشود کسیم رفتیم همه جلو کسیم پیش بدر زنک جمال بفرش کنم دوگانه جون شما بایدی اما که یوسف با حضور فکر کنید یوسف شو خوش بگی کجا زنگ بزن زن این بیم بشینه ای پدر جون برای چی شما در افروزی نشدین؟ زنکتر بگی دختر باید ناز کنه فهمیدی؟ مده روی خطی توی بیارین پگه در دست حسنی میتماش چه خیلی روی خط پدر؟ روی خط خلینگه تو ای کار خوب میدانی نوری چیزوی قیمت بنویس که قدری دختر ما نبدونه مایلش پدر من فهمیدم پگاه روی خط رو در دستتون میدیهم بشینه دروید جناب سفر فاطمه گل آمده است شمسیه جان دندونه تیلوش کن من حاضر می آیم گل؟ حیاتم ما با واخوری دیر کرده ایستادیم حالا هم تیار نیستی؟ واخوری امروزه رو با دیگر روز گذاشتم آرزو تو با اون نگفتی؟ چی خیر ها؟ چرا؟ واخوری همون هفته دیگر است آرزو خطا کرده است چرا به من نگفتی؟ من از کار جواب گرفتم عزیزم وای من نکن من خودم نفهمیدم هم خیلی نه ببخشید فراموش کردم که خبر رو به شما رسانم نامدی کرو بینه تو دیروز تشکیل کنندگانی توی رو نیفتی مادامی که چنین باشد رفتی ما رو حل کنی نه نمیشود آنها پسندم نامدن یک گروه دیگر رو یافتم توی رو خوب تشکیل میکنم پس من چی کار کنم؟ با کار میروم پس کارای اصل بزرگ بعد نصف روزی با ماشین سواری میرویم ای دوستم خاله سلطان تنها درباره نبی رش گپ میزند من میدانم که این ناممکن است لیکن به هر حال از شما پرسم گفتم شما از من بسیارتر میدانید از من بسیارتر زیستید یعنی شما معلومات زیاد دارید میگویند قطی بابای اصلانشو عشق عاشقی داشتن راست من جوان بودم یاد دارم همو وقتا خطی همه که اصلانشو گریخته به شهر رفته بود لیکن بابای رشته اومد که فرزند نداشت نبیرش از کجا دوستم من در فکر زدم فکری چی؟ کمپیر
از اصلا شو کودک دور شده باشه چی؟ ممکن نبیره دور شده. ای یوسف 4 ماه بعد اومد خیلی کودک شی. برادر راست گفتی و یک بار فکر کن. مثال کمپیر خطی اصلا شو هم خوابه شده. کودکی 5 ماه در شکم باشه یکی گریخته. 4 ماه پس کودک برامای. کمپیر کودک در دستی اصلا شو سپرده است قشلاق آمده است. یعنی حکمت خدا گفتنی؟ چی؟ حکمت خدا؟ تو گرزه حکمت همین خیلی میشه بیانی. باور کنین خاله سلطان نشید. ما او را آدمی پاک میگفتیم پاک شتاب بوده که دینیمی زنک گب نیست. من رفتم صدیق همین چایات روز به روز فش شده مزه خاص میکنه تپک میکنه. گوش کن مثلا او اگر فرزند میداشت این قصولی درست در همیشه توقع زندگی میکرد. یک بارم فرزندش رو به خونهش دعوت نمیکرد. ای قدر راست میگویی و ممکن این قصال ایره پینهان میداشت. عقل شگون کده همه چیز فاش کرد. یوسف میدونی که چند بار مرا خدا گفتی؟ قدمی اوخی دخترت میتی؟ خیر میلش من میرم تا هم خونتون برم. انا بیگر راست خانه ما بیا جورم. بشوخی میگم گم نیست خدا گم نیست. میلش بیگر ما انتظار تیم. انا بلای سر آمده. یوزی از نبیرم یگان خبر هست؟ نه یگان خبر نیست. خبر نیست. تو بیا با من رو باید با تو گپ زنم. رفتیم خاله سلطان؟ رفتیم. بیا خیز نیازی زود رفتیم. مایلش خیر ما میرویم. مایلش بشه آمان رفتم. بایسته راه کرد خاله سلطان. خیر ما رفتیم خدا. خیز گذارید خاله گذارید انا در اینجا به حضور شنید. رحمت نیازی خیر اکنون نبیره شما کار داشته است کمتر دیر می آمد است عذر پرسید. هیچ گپ نیه انتظار می شوم. خیر خاله سلطان من یک چیز را پرسم. قطعی اکای اصلا شو یک وقتو میگشتی کو شوهری پیشینه اتانیانه شما باوی چقدر بخورده بودید؟ تا گریختنتان چند ماه یک جای شوری موری کرده؟ میگوید که 5 ماه بازی کرده نه؟ کی میگوید؟ یعنی بچه های دیوانه که در قهوه خانه هستن همونا میگوید. چه؟ به آنها گوی که به جایی که مثل زنها غیبت کنند به کارشان آواره شوم. توبه آنها از من قاتل میکنند. این مسئله چند سال پیش پوشیده شد. از پشت این حیوان شده چند سال می شود که من برای فرزندم غم میخورم. میدونی این را من هیچگاه از نبیرم روی نمیگردانم. گوش کن نیازی خدا جانی تو گیرم. خاله سلطان خودتون رو به دست گیرده؟ اینجا کار عادی نبوده است برادر. باور نمیکنم او چه خیلی رو به یاد آورد. این کمپیر گاه به خود است گاه از خود بیگانه. بزرگا بیهوده نگفتن دیوانه به کاری خود هوشیار. وای میونم شکست مونده شدم. تمام روی خطی توی هم تیار شدن. به فکرم همه چیز رو نوشتیم. اپا برای من از بازار کاروان یک تپچکه طلایی نویسی رنگی خونم سوستان باشد. اپای کم ترک انصاف کنین. روی خط شما را میبینن مرا قبول نمیکنن اما در گوش خط بزن اقلن. تو خوش نشو بی پول از او شدنی؟ دلم با جمالم میسوزد. دلت نسوزد وگرنه مثل من پوشیمون میشوی. گوش کن نوری در امون روی خط قلنگ مدام یا تلفن بنویس. این تلفن ما چی بلای زده اینستاگرام نمیدونه. اینو ببین باتریش هم پرید بره. تو را سرخی تلفن کنه. گوش کن قمری نسبتی مردکو دلسوزی نکن. این بدبخت رو گرفتم پوشیمون شدم. مرا گفتی؟ در خودت رو شناختی ها؟ صدقه مکنت را. پدر روی خط تیار است. 10 تا 40 قالن 1 کیلومتر پون برق. ای چیه ای روی خطی درست؟ خیلی میشه و خوب کدی. گوش که دخترم توی مغازه پایتخت تا کجا میدونی؟
یک سال پیش اکای جورخون با لکسوسش تماشام برده بود. ایامو وقت همشه میدونم. قندات بزه. آفرین. بگی. پدر شوکت میدونست که زنش خیانتکار است، اما خاموش میایستاد. акай ниёзе ман бо қумрӣ оиладор шудан намехоҳам. овай духтари хуб аст, барои чӣ намехоҳӣ? ниёзе ман туро дӯсти худам мегӯяму, аммо нафаҳмидам ки ту аз тарафи кӣ ҳастӣ. ҷамол, ман фикри туро дорам. умрат меравад. хайр қумрӣ камтар девона аст. фаромӯш накун, ман ҳам як вақтҳо як зани девонаро гирифта будам. он зани девона писарам канъони девонаро ба дунё овард. ҳоло дар курси чорум мехонад. шери нар 100% ниёзе ман дӯст дошта хонадор шудан мехоҳам. дӯст дошта. ту ба рӯи ман нигар. дар рӯям ишқро мебинӣ. ишқ мегӯям, ишқ. ишқ гуфтӣ? эй худо туро занад. ишқ аз чист? сафсатан нагӯй. дар маҳалламон ҳамин қад духтари ҳалолай. фаҳмидӣ баро? амаки ҳусни ҳақ аст. ҳам мероси падараш ба ту мемонад, ҳам проблема намешавад. ором писар, кам бинӯш. ту ба ин одат накардаӣ, боз маст мешавӣ. эҳтиёт бош. бисёр гап назану ҷомро пур кун. шояд маст шаваму ӯро фаромӯш кунам. эй хар, фоидат надоранд. онҳо рӯйхатро омода карданд. рӯйхаташ чист? чӣ хел рӯйхат? рӯйхати туй. онҳо туро ба пойтахт барои харид кардан равон мекунанд. ту аз куҷо медонӣ? бенямин гуфт. телефонаш вайрон шудааст. саҳар назди ман телефонашро оварду гуфт ки ҷамолро қайсингилам банкрот мекунад. ана бин, ҳаракат сар шуд. банкрот мешавам. зиндагӣ сар шуд. ман тамом шудам. бародар, медоне ки дар асл ту не, ман тамом шудам. холаи султон мегӯяд ки ман шавараш ҳастам. бин ки боз аз ту фарзанд талаб накунад. хомӯшав дӯстам, шӯхиҳоятро сарф накун. боз медонӣ, ман бо холаи султон гап зада аз суханоиш фаҳмидам ки шояд ӯ набира дошта бошад. ӯ дар бораи муносибатҳояш бо асланшо нақл накард. фикр дорам ки ӯ соҳиби фарзанд аст. ҳа, фарзанд ки дошта бошад, набира ҳам дорад. боварӣ дорӣ? 80% боварӣ дорам бародар. рости гап, бо набирааш ман гап задам. ӯ инкор кард, аммо ман шубҳа пайдо кардам. фикр дорам ки духтар изи ӯро ёфтааст ва барои ӯ тӯҳфа мефиристад. яъне пинҳонӣ аз оилааш. шояд аз ҳамин сабаб ӯ ба мо чунин гуфт. маълум ки дар гузашта чизе будааст. мо инро чӣ хел фаҳмем? ҳоло фикр накардам, намедонам. бояд фикр кунам. фикр мекардааст. хуб, ба худо 1 соат шуд ки ба ман инро нақл дорӣ. чӣ кор кунем? ман ба ту қумрӣ мегӯяму ту хаёлан дар дигар ҷоӣ. дардам аз сарам зиёд аст. ист оҳиста. ҷамол, бас бинӯш, охир ҷигарат вайрон мешавад. он вайрон шавад. худо. ташаккур. акнун навбати ту. навбатам мерасад саида. ман бисёр метарсам. аз ягон чӣ натарс. кани савор шав. майлаш. ҳозир бармегардам. ба ту чака гузорам. гузор. биё инҷо. ту куҷо меравӣ? чӣ, ман бо девор гап зада истодам. ҷамол, писар, ту чӣ кор мекунӣ? ман чӣ кор мекунам? исто. тайёрӣ? бале. ҳозир. ҷамол, фаро гум шав.
ای خدا جان تو را نگیرد جمال. پسر اینجا بیا، ایستا میگویم. фотима гул ба ман гуфт ки ту бояд шартномаи тӯйро мегирифтӣ, аммо ба таъхираш гузоштем. ҳоло ҳам ба ӯ нагуфтӣ ҳақиқати талхро? гуфта натавонистам. камтар зудтар бош Сафар, ҳафтаи дигар меравем. агар аз фикрат гардӣ зудтар бигӯ, то ин ки мо аз пайи ягон духтури дандони дигар шавем. не аниқ аст. ман бисёр фикр кардам. меравам. چی گفت؟ او بوجه خوبیو؟ جمال شراب نوشیده است؟ در اینجا چی گفت است در اینجا؟ پیسرم چی حال است؟ چی حال است؟ پیسرم در حیات شراب نمینوشید. در حیاتش عرق نمیخورد کو؟ ای بدبخت با عرق نشدی ها؟ پایم سرده. جمال این چی حال است؟ تو در کجای خیلی عرق نشدی؟ جمال جان ساز هستی؟ مادام یکی داماد آمد با موضوع برمیگردیم. همه دختر خش رو رشی مادم میبخشم. راست میگوی؟ نه مهدی هم گفتی؟ مهدی had گفت آخی تو گفته بودی که دراز فکر میکنی چی قدر فکر کردی؟ جمال اما کجای اومده بته؟ دست که جمال شرمنده کردی ما رو بخدا. بیا بچم اینجا بیا که در نزدی من بشم. بیا که بچم در بری ما بشی. بیا چی شده ایستاده؟ ای همه آب یک رو در پشتم ریختی پدر. دم تا بگی یا آب مونده جاش رو شور میشه. صغیره این خدا تو در همینجا خب کنه شیشتای. بیا یا چالو کنم آخی سرف بیا آخی من دیگین بشه اچان تو بدن تو چی بیاخلی کن بشه در جای همه را احمق کدیه. خدا ما هم یک شرطی مهم داریم برای دختر یک توی بد دبدبه میکنی. قبل نیست خدا این شرط قبول میکنه. قمری کو دخترم همون روی خطی توی اخسرت درست کن. قمری دیوانه از خرسندی میپرید. دوری هم تلفن منم نویسی با یا چی هم؟ چیزای قلنگ خودم نویساندم. بینید خودم نوشتم میگوید دستی تو لات خورده است با دستی چپت نوشتی مگر؟ خواهرم گفت من باشم نوشتم. چی شد بوجه؟ ای قلنگ ترسیدی؟ از چی میترسم؟ من رنگی تو زنکلان نیستم. دم تا بگی پت خفیس پیشکره برای همشا بخر بگی بیا. کجا میخری ما نمیدونم. همه چیزا را در بازار خودمان نمیابی. در مغازینوی پایتخت. در پایتخت در بازار خودمون نیسته؟ خطای بازار بود که ما رفت. در بازار خودمون باشه هیچی نیسته. با این نگره اینقدر شوخ شده است. خطای بازار نه تو از مود رفته بینیامین. بس کنید تمام. خدا کلین تبو نمیزنی آخی؟ او قصختش نمیزنم. در همون روی خط چیزی لازمه کلینت نوشته است. خیلی؟ همه همی را رفتن میخری هفته دیگه خدا خواهد توی میکنی. قبول خدا قبول. همین طور قمری دیوانه را با پدرم فاتحه کردند.